وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت که موجودیت قوه سیوم در مرز با قرقیزستان را تصدیق نمی کند، اما آنجا گروه های زیادی هستند که در ناآرام کردن مرز منفعتدار می باشند، اما او از گروه های مشخصی در این زمینه نام نبرد. اونجا نهایت گروه های زیادی هستند که منفعتدارند، از اونی که البته در این منطقه ناتنجی و ناآرامی باشد، چون که بسیاری ها با کروپسیا دست دارند و غیره ها. لیکن نسبت دیگر کشورها من این را گفتن نمیتونم، چون که یکون چیزی رسمی ما نداریم. سراج‌الدین محردین روز 2 اوگوست ضمن نشست خبری گفت که مسئله تعیین علامتگذاری سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان تاریخی طولانی داشته بسیار پیچیده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در حال به گروه‌های منفعت‌جو در نزاع‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اشاره کرد که روز گذشته رجب‌آی احمدزاده رئیس ولایت سوخت هم مناقشه‌های اخیر در مرز با قرقیزستان را کار گروه‌های غرضناک نامید، اما کی بودن آنها را شرح نداد. مناقشه ها در مرز تاجیکستان با قرقیزستان سر هر چند وقت سر میزند و از هر دو جانب کشته و زخمی به جای میگذارد. تنها در 2 ماجرای اخیر 3 شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 10 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. وزیر کارهای خارجه همچنین در نشست خبری از بهتر شدن مناسبت با ایران خبر داد. سفر هیئت‌ها و واخوری‌های مهم دوجانبه در سطح‌های گوناگون برگزار و از ضمن آنها دایره وسیع مسائل مربوط به تحکیم و گسترش همکاری‌های تاجیکستان و ایران مورد بررسی قرار گرفتند. قید کردن جایز است که در دوره گذشته با سعی و تلاش نهادهای دخلدار تاجیکستان و ایران خط سیر مشهد دوشنبه مشهد از نو فعال گردید. مناسبت‌های تاجیکستان و ایران بعد از سال 2015 تا همین سال رو به سردی نهاده بود. در آغاز سال روان مقامات تاجیکستان و ایران پیام دادند که مشکل روابط تقریباً حل شده است. در اول ماه ایون وزیر امور خارجه تاجیکستان به ایران رفت و به مقام‌های آن کشور گفتگو کرد. در جواب حسن روحانی برای اشتراک در نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به تاجیکستان آمد. حالا جانب‌ها رسما نگفتند که مشکل بالاخره بین 2 کشور پر را به پایان رسیده است یا نه. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.